بریم عملکرد دو تا مدل لانس با شاک ترکیه اصلی و والوول ایتالیا رو با هم ببینیم. فارکالا نحوه سمپاشه این لانس ها رو میشه با چرخوندن دسته اون تنظیم کرد. از جتی تا اسپری. فشار این لانس ها خیلی خوبه و برای شستن درخت استفاده ازش مناسبه، اما مصرف سم رو بالا میبره. بریم عملکرد والوول ایتالیا رو هم ببینیم. این نوع لانس محلول شما رو حتی تو حالت جتی هم به صورت مه‌پاشی پخش میکنه. استفاده از سری سرامیکی و قطعات کاملا برنجی علاوه بر اینکه کیفیت این دستگاه رو افزایش میده، مصرف سم رو هم 50 تا 70% کاهش میده. حالت سمپاشی این نوع لانس هم با چرخوندن دسته‌اش تغییر میکنه. پمپی که واسه این سمپاشی استفاده کردیم یه پمپ چینی 30 بار معمولی بود. محلولی هم که باش پاشیدیم فقط آب بود، سم نبود. عملکرد هر دوتا مدل لانس رو با هم دیدیم. یکی از این دوتا لانس با کیفیت برای هر کشاورز و باغداری نیازه. اونا رو میتونید از وبسایت فارمکالا به صورت آنلاین سفارش بدین و ما هم اونا رو برای کل ایران واسهتون ارسال میکنیم. ویدیوهای بیشتر ما رو میتونید تو کانال آپاراتمون ببینید. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید.